تذکر دیگر در ارتباط با موبایل هایی است که بعضی در نماز جمعه یا غیر جمعه فرق نمی‌کند در نمازهای جماعت همیشه معمولا صدای اون شنیده می‌شود. بسیاری خیلی ساده می‌انگارن این کار را، خیلی دست کم می‌گیرن این قضیه، در صورتی که نماز محل خشوع مردم است، مخصوصا نماز جماعت، مخصوصا مسجد که مردم آماده اند برای اینکه خشوعی کسب بکنند در نماز. اینکه شخصی بخواهد مزاحم نماز دیگران بشود در اثر سهلنگاری و بی‌توجهی به این قضیه، قصداً لا تعمدی در کار نیست، ما می‌دانیم کسی عمدن این کار نمی‌کند، ولی همین سهلنگاری خودش معنی دارد، نشانه بی‌مبالاتی انسان است که اهمیت نمی‌دهد به نماز من. خودش حالا بالاخره خودش می‌داند، منتها نماز مردمی که در اون مسجد حالا جمعه یا جماعت فرق نمی‌کند، با صدای زنگ یک شخص